خب امروز دوشنبه است و روند داو جونز صعودیه. فعلا اینجا داره کانسولیدیشن شکل میده. سه دقیقه دیگه بازار بورس هم باز میشه. روند خیلی صعودی بوده. حالا اگه حواسم هم به نزدیک باید باشه، اگه مثلا یکیشون ریورس شد من خریدو که میزنم چون روند صعودیه، ولی اگه یکیشون ریورس شد زودتر سریع با معامله بیام بیرون، چون میگم روند صعودی احتمال ریورس شدن هست توش. خب دیگه باید برگردیم به همون حجم قبلیمون 1%. خب ببینیم خدا برامون چی میخواد. خب بازار باز شد. من خریدشو میزنم. خرید داو جونز احتمال داره فیک بشه چون یه مقاومت حمایت قوی داریم. ما من استاپشو بذارم به این دلیلی که مشکل داریم توی جامعه. تمام بانک یو بزنید جنده رو تو تیک ثانیه تک معامله. تمام ببین تا کجا، وای تا کجا رفت. زود بستم. آره چرا؟ دلم میخواد. من طمع نمی کنم پسر. چه بازاری. نایس. شکر. عاشق روزایی هم که تک معامله تیپی میده. خب نزدیک تخماتیکه ولی داو جونز پسر، وای چقدر داو جونز قشنگ بود امروز. داو جونز قشنگ بود. اینه پایبند بودم به استراتژی ها. اینو بهت میده. شکر. فینیش. فردا میبینم تو. فعلا